نوع طعن در اهل بیت. اهل بیت بزرگوارتر از این حرفا بودن. اهل بیت همیشه نصیحتشون این بوده که مردم برن زیارت مکه و مدینه. هیچ اهل بیتی نیومده واسه خودش یا فرزندانشون بیاد واسه زیارت خودش تبلیغ کنه. چرا؟ خوب اون زمانی که زنده بودن، آخه ببین این مسئله خیلی عجیبه، این بزرگواران زمانی که زنده بودن خب باید زیارتشون هزاران برابر فضیلتش بیشتر بود. چرا هیچ حدیثی نیست که تا زمانی که این بزرگواران زنده هستن یک کسی بره به زیارت؟ خیلی جالبه. بعد این احادیث جعلی و موضوع هم میارن متاسفانه. حالا در اهل سنت هم صوفیه همین کارو میکنه متاسفانه. در اهل سنت هم صوفیه میان از این احادیث موضوع و مجعول وارد میکنن راجب شیخ و مشایخاشون، راجب نمیدونم شیخ عبدالقادر مرحوم که یکی از بزرگان اهل سنت بوده. اصلا وقتی کتابای شیخ عبدالقادر گیلانی رو میخونی، این درویشایی که میگن ما قادری هستیم، به خدا قسم اگه شیخ عبدالقادر زنده بود همشونو با یه اردنگی پرت میکرد، میگفت برین دیگه نبینم تو این دور و برا. کتاباش پر از توحیده، پر از توحید و توکل به خدا. اصلا دنبال شیخ و میخ بازی به قول ما میگیم کردا میگن شیخ و میخ دنبال بازی نبودن والله برادر عزیز. حالا این برادر عزیز اومده چند تا روایت گذاشته، استغفر الله، این بزرگواران اهل بیت زمانی که زنده بودن خب هزار برابر باید فضیلت داشت. چرا یه حدیث نیست راجع به این که موقعی که زندن 4 نفر بره خدمتشون؟ نکنین آقا نکنین. این احادیث متاسفانه درست شده که حج خدا، خانه خدا رو تضعیف کنه که مردم دیگه اهمیتی به زیارت خانه خدا ندن. زیارت قبور اشکال نداره، آدم از زیارت قبور اونم به خاطر عبرت آموزی بره، نه اینکه آدم بره سر زیارت بگه ثواب داره. تنها زیاراتی که در اهل سنت ثواب داره شما بلند شی به عنوان این که بگی ثواب بهم میرسی بری زیارت، یکی مکه است، یکی مدینه، یکی بیت المقدس یا همون بیت المقدس که به اصطلاح میگن. دیگه جای دیگه رو نداریم آقا. حالا تو برادرای شیعه میرن جای دیگه رو میرن، کار ندارم، ولی متاسفانه از این احادیث مجعول، این احادیث منکر، واقعا احادیث منکر اینا، یعنی ضربه‌ای که میزنن از احادیث ضعیف بدتره. چون حدیث منکر چیزیه که حالا حدیث ضعیف موردیه که یه ضعفی درش هست، ولی حدیث منکر یک بدعتی هم درست میکنه، یه منکری هم روی کار میاره، اینش بده. خیلی حالا چند تا دیگه هم گذاشته بود، اجازه بدین اون یکیو که خوندیم ببینیم حالا دیگه چی نوشته. خب آری همه مسلمانان زیارت امام حسین میروند، ایشان نوه پیامبر است. خب باشه، قدمش روی چشم، چرا ربطی داره به زیارت؟ اما درباره امام رضا مسئله فرق دارد. تنها افرادی به زیارت این امام همام میروند که 12 امامی باشند، زیرا پس از قبول امامت هشتم دیگر شاخه. الله اکبر. اینا همشون اهل بیت بودن، انسانای بزرگواری بودن، ائمه مسلمین بودن. اهل سنت معتقدن که اینا راوی حدیث بودن اصلا، چون از اینا احادیث زیادی در کتب ما هست. اینا افراد فاضلی بودن، اهل بیت هم بودن، بشری مثل دیگران بودن، عبدالله بودن، بندگان خدا بودن. هیچ وقت این افراد نیومدن خودشون بگن باید کسی بیاد سر زیارت من، یا زیارت منو طلاکاری کنین، یا زیارت منو فلان کنین. اینا انسانهای زاهدی بودن، انسانهایی بودن که در نهایت زهد و قناعت زندگی میکردن، دنبال این جور مسائل دنیوی و تجاملات نبودن. آقا واقعا مایه تأسفه که مردم رو اینجوری سرگردان کردن، خدا شاهده، مردم اینجوری آواره شدن. جالب اینه که چند وقت پیش یه چند تا حدیث دیدم که نوشته